اگه بهترین ویتامین سی ها رو استفاده کردی ولی بازم رو لکاتیش تأثیری نذاشته، تو این ویدیو همراه من باش. ویتامین سی یا همون اسکوربیک اسیدها تو محیط های اسیدی خیلی خوب جذب پوستتون میشه. حالا این یعنی چی؟ یعنی اگر محیط پوستتون اسیدی باشه، ویتامین سی تون خیلی بهتر و سریعتر جذب پوستتون میشه. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما قبل از استفاده از ویتامین سی پوستمون رو با شوینده ها تمیز میکنیم و شوینده ها یه ماده داخلش داره که محیط پوستتون رو قلیایی میکنه. این باعث میشه که اصلا ویتامین C جذب پوستت نشه. خب چارش چیه؟ شما دوتا راه داری. یکی این که میتونی 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم صبر کنی تا محیط پوستت په‌هاشش تنظیم شه و بعد روتینت رو انجام بدی و ویتامین C رو بزنی که خب خیلی زمان طولانیه و خیلیامون حوصله‌اش رو نداریم. یه راه بهترش اینه که شما بیاین از تونرها استفاده کنین. تونرها کارشون چیه؟ تنظیم pH پوستتون و اینکه میاد محیط پوستتون رو یه کوچولو اسیدی تر میکنه و باعث جذب بهتر محصولات پوستیتون میشه. اگه نمیدونی از چه ویتامین C باید استفاده کنی، کافیه بهمون دایرکت بدی تا راهنماییت کنیم.